در این روزها یاوه‌گویی هایی هم شد نسبت به ایران عزیزمون. نمیشه ما راجع به اینا یک کلمه عرض نکنیم. رئیس جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی با یک مشت حرف پوچ و با لودگی سعی کرد صهیونیست های مایوس رو امیدوار کنه، بهشون روحیه بده. تحلیل من از سفر رئیس جمهور آمریکا به داخل فلسطین اشغالی و این کارهایی که کرد و این حرفایی که زد اینه: اینا مایوسن، اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی کردن، توقعشو نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد.